سلام تماشاچیان عزیز، این برنامه شیرینک است و من اصلا با همراه اپای امیده و شما بخیر شیرینی را یاد می‌دهیم. سلام تماشاچیان عزیز، از دیدارتان خیلی شدم. چون هر وقت ما با شما از همه شیرینی‌های خوب را یاد می‌دهیم، همین طبعه؟ بله اصلا و شیرینی که ما امروز آماده می‌کنیم همتون خودتان را دوست می‌دارید. من هم دوست می‌دارم. بله. اکثر وقت این شیرینی‌ها را برای تحفه کردن در زاد روزها می‌گیرند. این کوبنیکا в шоколаде است؟ نه اصلا این بنت تورت میباشد. ها بنت تورت همون تورت‌های خردکک؟ بله اصلا با مانند تو خردکک میباشد. با من پسند است. خب آغاز میکنیم. بله. برای آماده کردن بنت تورت با ما چی لازم میشود؟ با ما بیسکویت، کرم و برای آرایش دادنش کریمی دیگر لازم میشود. فهمم. تماشاچیان عزیز، در برنامه‌های گذشته ما طرز آماده کردن بیسکویت رو به شما نشان داده بودیم و یک بار دیگر تکرار میکنم. تخم، شکر، آرد و مواد کاوا کننده همین طبعه؟ بله اصلا. اپای میده برای تیار کردن تورت کلان با ما 10 تا تخم روز میشد. برای این چند تا؟ برای بنت تورت ما 3 دانه تخم استفاده میکنیم. 3 دانه؟ خیلی خوب. اگر ما اندازه‌اش رو حساب کنیم چند سانتی متر است؟ 10 سانتی متر میباشد. 10 سانتی متر مایده بد هست؟ بله برای همین بنت تورتی. خب آغاز میکنیم؟ بله اصلا. ما بیسکویت را به قسم ها جدا میکنیم. با چند قسم؟ با 2 قسم. چرا با 3 قسم نه؟ برای آنکه این خودش خردکک است. فهمم. اکنون دویمش همش یک تورت میشود؟ نه این 3 تورت میشود. 3 تورت. باز با ما چی لازم میشود؟ با ما باز کرم لازم میشود. بعد چی کار میکنیم؟ و بعد کرم رو در بیسکویت میمالیم، 10 دقیقه در یخدان میگذاریم و کارمون را ادامه میدیم. فهمم. چی لازم میشود؟ کرم رو دو. کرم ها؟ اپای میده برای چی اینجا 2 کرم است؟ این کرم برای درونش، این کرم برای آرایش. کرمی درونش از چی آماده کرده شده است؟ کرم از تفراژن سیر، خامه و خاکه شکر عبارت است. آها. تفراژن سیر با مزه است ها؟ بله. اگر از میوه استفاده بریم نمی شود؟ موافق خواهششان میتوان علاوه کنند. میتواند از سیب استفاده کنند؟ نه. از کدام میوه ها؟ تماشابینان میتوانند از قرفینه، مالینه و آلو استفاده برند. با قرفینه خیلی هم بامزه می شود نه؟ بله. من قرفینه رو خیلی دوست می دارم. اینش. اکنون بعد ما چیکار میکنیم؟ بعد ما این را در یخدان گذاشته بعد از آن دوام میدیم. فهمم. الکه ما آماده کردیم ها؟ با یخدان میگذاریم. اکنون تماشابینان عزیز ما شیرینی خودمون را با مدت 10 دقیقه در یخدان میگذاریم. بله. تماشابینان عزیز چطوره که شما میدانید بنت تورت یک خصوصیت خاص دارد که آرایشش را زیادی بد نمیکنه. فهمم. باز اونها خنده آورند ها؟ بله. اکنون آغاز میکنه؟ بله. اکنون ما سر میکنیم. تماشابینان عزیز برای آرایش دادن تورت این خیلگونه رنگ ها لازم می شوند. این رنگ ها رو خوردن ممکن است؟ بله اصلا این رنگ ها
махсус барои ин тортҳо мебошанд. کدام رنگ ها رو استفاده میبره؟ ранги гулобӣ, хокистаранг ва кабуд. فهمو کدامش از اون است؟ ранги кабудро гирифта омехта кун. چقدر اندازم؟ биё ман меандозам, ту омехта кун. با همین آمیخته کنم ها؟ ҳо. فهمو دیدید اپای اومده دستایتون رو رنگ کردید. ин хел ҳолатҳо мешаванд. هم باز میگوید که من قنات هستم مگر قنات همه جای افراز نکنه. охир дар вақти пухтупаз ҳамаи ҳолатҳо шуданаш мумкин. анакнун бинандагони азиз, кремҳои мо омода шуданд. акнун рафта тортҳоро оварда ороиш медиҳем. бинандагони азиз, анакнун ширинии мо аллакай хунук шуд ва мо мегзарем ба қисми ороиш. با ما چی لازم میشود؟ ба мо ин кремҳо лозим мешаванд. این با ما لازم نمیشود ها؟ лозим мешавад. акнун мо тортамонро ҳамвор мекунем. اپل بیدم من دیده بودم در بین تورت ها هر چیز می نویسن ها؟ бале асал мо дар болои инҳо менависем. با هر هیچ رسموی خندوارم هستن؟ бале асал яктаашро расм мекашем ва дигарошонро менависем. چی می نویسین؟ асал акнун мо расм мекашем. анакнун моҳоро дар қутии махсус мегузорем. خیلی بزرگه. ҳозир мебинӣ. آنم بریدید اون رو. اگر در یکم ضبط کنیم چی؟ дар қутӣ хеле ҳам зебо мебиёяд. анакнун торти мо омода шуд ва онро дар қутияш мегузорем.
این اکنون توفا می شود نه؟ بله. اکنون نوبت تورت سیوم. اکنون در بالای اینش چی می نویسیم؟ شیرینک. شیرینک. هر دویش از آنی مر می شود. اکنون می نویسیم چی می نویسیم؟ شیرینک. بینندگان عزیز، شما می توانید همین گونه شیرین ها در شرایط خانه با محصولات های عادی ترین آماده کنید. اگر وقت آماده کردن نداشته باشید، پس می توانید با شرکت شکلاتی مراجعت کنید. باید گویم که نرخ های شرکت شکلاتی خیلی دسترس و ارزان می باشند. حالا باشد ما با شما خیر و خوش میکنیم.